با این جنگ و دعواهای توی نظام داغون شدم. هی دندون رو جیگر میذارم میگم تموم میشه، ولی ته نداره. بقیه جا هم از دست مقام عظما داره در میره. تظاهرات عراق، رو سرسره نشستن بشار، داستان یمن، وای اعصابم داغون شده. الان خرابترین پدیده جهان هستی اعصاب من آقای دکتر. یه دهن آواز بهمونمون کن، حال خودت هم بهتر میشه. یعنی اینقدر از صدای من خوشت میاد آقای دکتر؟ نه، اگه بخونی و یه جو انصاف هم داشته باشی میفهمی که خرابتر از اعصابت صداته. روشن شد یا همچین بزنم که حالت از هر دوتاش خرابتر بشه؟ خرابتر از هر ستاش خودمم که الان تو تعمیرگام آقای دکتر. خرابتم دکتر جون. شربده اخلاقتم. از هر چهارتاش خرابتر خندای اینه که مثل سوهان رو اعصاب من میشه. چی گفتی؟ هیچی، عرض کردم شیرینی که ندارم تعارف کنم. سوهان قندوز دارین؟ آره بده بیا. اونم ندارم. ساقبند آدیداس یخ کنی. نه آقای دکتر، به دل نگیرین. شما که جای خودتونو تو این برنامه دارین. میدونین فرق شما با روز چیه؟ روز 30 تاش باید جمع بشه تا ماه بشه، ولی شما همینجوری ماهین. شربنده اخلاق طبع با بعضی استثناهاش که اونا باید درست بشه. اما سب کن اما نداره دیگه، خرابش نکن. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن با عرض میکردم بله، میفرمودن اگه کسی داشت ازت تعریف میکرد وسطش یهو گفت اما، همون موقع یکی بزن تو پوزش، هم واسه خودش خوبه هم واسه خودت. حالا برو سر سوالات تا نرفتی تو منطقه جریمه. آیه دکتر چی بگم؟ همش جنگ و دعواست بین مقام عظما و حاجی رفسنجانی. میخواین سوال بکنم در مورد شوتگی ضرب بین مقام عظما و حاجی رفسنجانی؟ صاحب کبیرم این برنامه چیه؟ برنامه اصلی نیست، تکرارمونه داره پخش میشه. بابا شوتگی ضرب قدیمی شد، مال هفته پیشه. الان دیگه دارن پینگ پونگ میزنن، این میزنه اون جواب میده، این میزنه اون جواب میده. آی دکتر سر همه چی دعواست. همه میدونن که طرفین کشک میگن. افراطی و اینترنت و حق و ناس و شورای ویژه کنترل فضای مجازی و اینها رو ولش. دعوا سر انتخابات آقای دکتر. یکی به دعای اینا همش روی فرکانس دیگه است. تو کجای کاری؟ این یه چیزی میگه، اونم یه چیز دیگه ای جوابشو میده. هر کدوم داره حرف خودشونو میزنن. با اون یکی کاری ندارن که. مشنگه زنگ زد به داشش گفت پراید خریدم. داشه گفت مدلش چنده؟ مشنگه گفت قرمزه. اونم گفت گرون خریدی. روشن شد یا همچین بذارم که رنگت عوض بشه. آی دکتر تا جواب نگیرم ول نمی کنم. بالاخره مگه این عظما از شما کمک نمیگیره؟ کمک میگیره ولی دوباره خرج همین بدبختی های خودش میکنه. چه کار میکنه؟ مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بادو عرض میکردم بله، میفهمودن که گدایه با حال زار و نزار را به یکی گفت آقا شما باید موقعیت منو درک بکنی. یه خانواده بدبخت، پدر الکلی، مادر مریض، بچه‌ها ول. طرف دلش به رحم اومد یه پولی بهش داد. گفت حالا شما کی هستی؟ گفت من همون پدرم. دکتر به مقام عظما بفهمونین که خشونت لزوما مسئله حل کن نیست. من خودم یه بار تو خیابون اعصابم داغون بود، فقط دوست داشتم یکی رو بزنم. تو این هیروویر یکی اومد گفت ساعت چنده؟ گفتم 1:02. برگشت گفت خودت بدو. هیچی دیگه. اونی که دنبالش بودم و پیدا کردم. زدی له و لوردش کردی؟ نه چشمتون روز بعد نبینه. انگار اونم گم شده شو تو من پیدا کرده باشه. کتکی بهم زد که به دیوار سلام نظامی میدادم. ضرباتی که اون روز خوردم هیتلر تو جنگ جهانی از متفقین نه خدای. ولش کن حرفا رو ولش کن. آیه دکتر این برجام شیخوری که اوضاع داخل نظام
بد جیری پیچونده و سگ صاحب خودشون رو میشناسه، تاثیرش تو خارج از نظام چیه؟ آیا اونجا هم همینطوری پیچونده؟ آفرین استراتژیکی صحبت کردی. آره دیگه اونجا رو همینطوری پیچونده و بدتر. برجامی که وضعیت نظام به این روز بندازه، ببین دیگه بیرون نظام چه کار کرده. مرحوم بابوی همیشه میفهمودن مثلا بهادر عرض میکردن، بله میفهمودن ناصرالدین شاه میخوام یه توپی بسازین که تهران سن پترزبورگ رو بزنن براتون. توپ رو درست کردن، وقتی که شلیک کردن منفجر شد، توپچی و چند تا دیگه اونجا لطه پا شدن، ساختمون رو در بداغو شد، همه با دوده و سیاه اومدن جلوش. ناصرالدین شاه گفت چی شد؟ یارو گفت هیچی، به سلامتی شما. اینجا رو که اینطوری کرد، ببین تو سن پترزبورگ چه قوقایی کرده. آیه روشن دکتر شد و برسم به سن پترزبورگ. میخوام یه شمای استراتژیکی سمعی و بصری از وضعیت نظام نشونت بدم. اینجا تو دستتو تابلو؟ بیار. نه بابا همینجا جلوتر. دستتو بیار بینم. میخوای دستتو تابلو بیار. بدین دستم؟ آره میخوام دکتر؟ یه چیزایی بدم دستت که فکر کنی. میخوام از صفبندی عظما و حاجی رفسنجانی بگم. اینو داشته باش. این یه طرف درگیریه. این تو مقام مثلا- عظماست؟ نه قربه برم، اون کجاش به عظما میخوره؟ اون که هیچی نداره. این یکی مقام عظماست. که این دو ریش طرف داره. آفرین. این دو طرف رو نگاه بکن. این یکی میشه مقام عظما. میخوام بهت بگم که اون جناح حاجی رفسنجانیه، اینم امامشه، اینم جناح عظماست با یکی امامش. بقیه انگشت هم خورده ریزایی هستن که دور و بر اینا هستن. یعنی اینقدر چکیان که مهم نیست کدومه؟ نه قربه برم، خب همشون عین همن دیگه. حکایت چینیاست که بس که همه عین همن دیگه عکاس ندارن. هر کی عکس میخواد میره بقالی سر کوچه میگه یه عکس 3x4 مردونه بهم بدین. آها فهمیدم آیه دکتر. طرح عظما اینه که تو شورای نگهبان بزنه قرقم کنه اون طرفو. تیم حاجی رفسنجانی هم گفته که میخوام 10 تا از حوزه نفر وارد بکنم، ببینم شورای نگهبان چطوری حذف میکنه. حسن خمینی هم تو تیم ایناست. نوه امام؟ نوه کجا بود؟ قربه برم ولی همچین بگی نوه آدم فکر میکنه نینی کوچولوه. فعلا که با یه سبقت از سمت راست زده جلو از خود عظما. همیانا تو کلاسای حوزه درسش از عظما جلوتره. عظما که با این در نمیفته قربونه برم، باید جای بچهش بدونه آیه دکتر. خواب دیدی خیر باشه. اگرم جای بچهش بدونه، از اون بچه هاست که مرحوم ابوی میفرمودن. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفرمودن مشنگه به باباش گفت اگه بچه بودم گم میشدم چه کار میکردی؟ بابای گفت هیچی، خونمون رو عوض میکردم که دیگه پیدا نشی. روشن شد نکن، یه همچی میفته. بزنم که گم شی. میفته آخه این آیه دکتر، همیشه یه وری میزدی، این دفعه 2 تیغه زدی، هم به این جناح زدی هم به این جناح. بالاخره تو کدوم طرفی صبر هستی کن دیدم دکتر؟ نه که باز آخر برنامه رسید تو اخلاقت عوض شد. فکر کردی من نمیشناسم؟ تو ادا اصولت آخر برنامه شروع میشه. چرا این لیمو شیرین اولش شیرینی آخرش تلخ میشی؟ بابا لیمو شیرینم تا زمان شیرینه که کارد به این جیگرش نخورده باشه. کاردو میزنی بعدم میگی چرا یه تلخ چیز سر جات. میخورم؟ من میگم چرا جدی هستی؟ تو هر روز دستته. قوم برم تو کل آخه مقام دست کردی. منو خورده، یه همین انگشت. کردی، اون این یکی کردی، یه انگشت. رفسنجانی، حالا این فکر کردی، می‌کنم- مقام عظما. اگه اهل